بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به تیتر تکوین زمین و آغاز زندگی در آن. میگه حدود 6 میلیارد سال قبل با نخستین تجمعات ذرات کیهانی شکل‌گیری منظومه شمسی آغاز شد. حالا حدود 4 و 6 میلیارد سال قبل سیاره زمین، خود کره زمین ما، به صورت کره مذاب تشکیل شد و در مدار خودش که سومین مدار بود و بیضوی شکل هم بود قرار گرفت. حالا با گذشت زمان همینجوری تشکیل که شد کره زمین داغ که بود، زمان گذشت، سرد شد این گوی مذاب، این کره مذاب سرد شد. حدود 4 میلیارد سال قبل سنگ‌های آذرین که نخستین اجزای سنگ‌کره بودن تشکیل شدن. پس اولین بار سنگ‌کره تشکیل شد. حالا توی سنگ‌کره سنگ آذرین جزو اولین سنگ‌ها بود. بالاخره سنگ آذرین از ماگما ماده مذابه که خب اونجا گفته که این کره مذاب بود، پس زرد میشه، اول آذرین رو به وجود میاره دیگه. سپس با فوران آتشفشان‌های متعدد، پس نشون میده که اون زمان آتشفشان‌های زیادی بودن دیگه، یه دونه نبود. گازهایی که از داخل زمین خارج شدن به تدریج گازهای مختلف، پس به تدریج گازهای مختلفی مثل اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن داشتن و هواکره تشکیل شد. پس اول سنگ‌کره بود، بعد هواکره تشکیل شد. خب تا اینجا دوباره گذشت، همینجوری داره زمان میگذره. در ادامه کره زمین سردتر شد و بخار آب به صورت مایع در آمد و آبکره رو ایجاد کرد. پس آبکره در مرحله سوم تشکیل شد و آب که به وجود آمد تشکیل اقیانوس‌ها رو داد و تحت تاثیر انرژی خورشید زیست‌کره رو به وجود آمد و جانوران و اینا تونستن زندگی کنن و خب اولین بار انواع تک سلولی ها در دریاهای کم عمق تونستن زندگیشون رو شروع کنن. دریای کم عمق در انتهای فصل دوم بهتون میگه که کمتر از 200 متره. این تا اینجا یه ذره حفظ کردنش شاید سخت باشه ولی بالاخره میشه. اما میگه با به وجود اومدن چرخه آب، یعنی بعد اینکه آبکره تشکیل شد، باعث فرسایش سنگ‌ها شد و رسوبات رو تشکیل داد و این رسوبات خب مثلا یه سنگ خرد میشد، پودر میشد، همجوری میومد روی هم انباشته میشدن رسوبات و رسوبات که سخت بشن سنگ رسوبی رو به وجود میارن. پس اولین بار سنگ آذرین بود، بعد حالا طبق ترتیبی که نوشته شده بعد رسوبی رو گفته و گفته در ادامه با حرکت ورقاهی سنگ‌کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف ما سنگ‌های دگرگونی رو داشتیم. تعریف سنگ دگرگونی چیه؟ یعنی خب اسمش شوشه دیگه، یه سنگی دگرگون شده. حالا اون سنگ ممکنه یه سنگ آذرین بوده باشه که دگرگون شده، یا رسوبی باشه که دگرگون شده، یا خود یه دگرگونی یه روزی دوباره دگرگون بشه. خب دانشمندان معتقدند شرایط محیط زیست فعلی به تدریج و طی صدها میلیون سال مهیا شد. یهویی به وجود نیومده این شرایطی که الان تو داری توش زندگی میکنی. با توجه به شواهد زمین شناسی، دانشمندان دریافتن که خداوند در آفرینش جهان ابتدا شرایط محیط زیست را مهیا کرده و سپس جانداران را از ساده تا پیچیده آفریده. در دوران‌های مختلف شرایط آب و هوایی و محیط زیست تغییرات فراوان داشته و بر این اساس گونه‌های مختلف جانداران در سطح زمین ظاهر شدند و سپس منقرض شدند. به عنوان مثال خزندگان در دوره کربونیفر ظاهر و طی 70 تا 80 میلیون سال جثه آنها بزرگ شد و در کره زمین گسترش یافتند. حالا با نامساعد شدن شرایط محیط زیست و عدم توانایی دایناسورها برای سازگاری با شرایط محیطی، این موجودات حدود 65 میلیون سال پیش منقرض شدن. این اعداد مهمه، باید حفظش باشین.
اما با توجه به شکل زیر ترتیب تشکیل هوا کره، سنگ کره، زیست کره و آب کره رو بگیم. خب طبق چیزی که گفتیم اول سنگ کره بود، بعد هوا کره بود، بعد آب کره بود و در آخر زیست کره بود که اولین بارم که تک سلولی ها، تک یاخته ها آمدن و بعد همینجوری پرسلولی ها دیگه شروع کردن به زندگی کردن. اما طبق شکلی که گفته شد 4.6 میلیارد سال پیش ما گفتیم تشکیل کره زمین رو داشتیم. 6 میلیارد سال پیش یعنی قبلتر از این منظومه شمسی تشکیل شد، یعنی یه منظومه شمسی بوده که بالاخره اسمش یه زمین اومده توش. بعد تشکیل سنگ ها رو ما حدود 4 میلیارد سال قبل با سنگ آذرین شروع کردیم، همینجوری گذشت و اینجا پیدایش نخستین سلولای هسته‌دار رو داره میگه که مثلا کمتر از یعنی قبلتر از 1.5 میلیارد سال قبلا. ببین سلولای هسته‌دار نگفته تک یاخته یا. و 0.5 میلیارد سال قبل یا 500 میلیون سال پیش ما نخستین بند پایان رو داشتیم به نام تریلوبیت ها که در دوران کامبریانن، باید بدونین. و کمی قبلتر یعنی این دایناسور رو که گفته پیدایش و گسترش و نابودی دایناسورها رو داریم در این حدوده، یعنی قبل انسان ها. و نخستین فسیل های انسانی هم که جدیدن زده. اما چیزی که در مورد تریلوبیت خوبه که بدونین اینه. تریلوبیت خب برای دوران پالئوزوئیک که حالا جلوتر میخونیم و برای دوره کامبریان از بیمهرگان و برای گروه بند پایانه یه سری داره، چشم داشته دوتا و سینه داره، چیزبگم داره و دومم که داره. حالا بقیه چیزا که در کتاب نیومده و لازم نیست که بدونین. در آبهای کم عمقم بوده و همین. خب این تا اینجا. اما خوبه که یه بار کتاب نظام قدیم رو ببینیم که در مورد چیزهایی که تا اینجا صحبت کردیم چی گفته. جایگاه زمین در فضا اینا رو نمیخواد بدونین. کهکشان ها گفته سیاره زمین در منظومه شمسیه که خود منظومه شمسی جزئی از کهکشان راه شیریه. خب این چیزا که در کتابتون بود. اما کهکشان راه شیری از پهلو که نوشته 10,000 سال نوری به شکل عدسی محدب و از بالا بازوهای مارپیچی داره. قطران 100,000 سال نوریه و زخامتش که عدسیه 10,000 سال نوریه. مانند چرخی بزرگ به دور خودش میچرخد. منظومه شمسی در یکی از بازوهای آن و در فاصله حالا فلان قرار دارد. بقیه‌شو نمیخواد بدونین. اینا رو هم که حذف کردم براتون. چقدر نظام قدیم زیاد بوده. قدر کتاب نظام جدید رو باید بدونین. اینا رو هم که قوانین کپلر گفتیم، اینا هم که حذف شده از کتاب. حرکات زمین رو هم که گفتیم، چیز جدید نداره. اینم که گفتیم تو شکل کتاب هم که هست و اینا رو هم که حذف کردن.